тарабхонаи бурак бо дуруду сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. боз омадон миҷгон сиё ҳамин сар кардем ки айҷа ҳафт мо қатъиам сак ҳамбозӣ кардем. шумо намондин, шумо бахилӣ кардин. яъне ба қимору ин чизҳо ҳозир ман ҳамин туфлима мепартом. агар марҳамат иҷара мегирем, ман қай иҷара мегирам? бисёр хуб мешад мемхел 500 сум шумо боид додин. шумо ман маҷбур накардам. ман шумо 500 суми мана бурор ба теҳозир. ҳамин шашон умуман нестанд. аслан шашо дар зиндагиам дар кор нестанд. шашо дар зиндагиам дар кор нестанд. шестёрка. боз омадон миҷгон сиё азизам ҷоне аз дида хобам меравам. با سلام و سپاس برنامه نوبتی رو شروع میکنم. امروز مهمان برنامه سراینده بسیار برجسته و کبیر، پسندیده تمام خلق تاجیک و مهمتر از همه رفیق خوبی من است. عهد بستیم که هر بهار در یک سایه نشسته یک گفتگوی خیلی خوبی انجام خواهیم داد. به عهدش استوار ماند و دقیق کاری شبیه دقیق کاری نمیس ها است. گفت میکند، نگفت نمیکند. سنگلی میرزویف، هنرمندی دوست داشته ما و شما، خوش آمدید. سلامت باشین. سال 94 وقتی گرمانیا رفتیم، بعد هسته دو نمادی پونکتوال است. هسته تاجیکی، هسته نمیسی. نمیسی یعنی که نمیس در همه دیواری مهمانخانه که ما در اونجا می ایستادیم نوشکیس سحر ساعت 8 از همینجا ما رخکه میکنیم. شادروانی گینه رو با حافظه خلقی تاجیکستان، هنرمندی مردمی تاجیکستان صدقه بلالوف بدن در اونجا. پونکتوال نستید تاجیکی یعنی که ساعت 8 بودن، بعد مردم ساعت 8 نیم 8 تا 9 را جمع شدن که نمیسو اتوبوس رو هیکده رفتن. ما را نگاه نکردن. با رفته از نو با پل اتوبوس را سپوریدن. بعد اتوبوس اومدن گفتن با همه خیلی نوشتن که پاگو انا که نگاه کنیم. پونکتوال نیستی تاجیکی است، پونکتوال نمیشه. با گفتن که پاگو ساعت 8 یعنی که اتوبوس ها از همینجا میروند. یکم روز دا دیر کردن اتوبوس ها رفتن. دویم روز ساعت 7 همه 1 ساعت پیش ای که نمیشه گفتن که ساعت 8 بیان. اگر نی میمون خونه امی میفروی 5 دقیقه 3 دقیقه است. لایسه میتونه لایچور میدار. برای هم درباره امی پونکتوال نمیشه. مو هم در مو امی خیل مو یا خیل تویو دا تو 1 ساعت دیر کردگیم 1 نیم ساعت دا پونکتوال نیستی تاجیکی. این دیر کردن رو چگونه جبران میکنید بعد در تویو؟ در تویو امی دیر کردگی گوره بعد در پیش معرکدور عذر خواهی میکنم، عذر میپرسم، وعده ها میتونم که با این کارات توی کنین ما 1 ساعت پیش اومدم میستم میگذارم. هم خیلی هم شدگی با رفته بود با خدمت کردگیم. در وقتی همی جبرانوی هم وقتی کده با رفته با همو دلشایی یافته دلیابی هم بشو و یک کس دلش میرنجونی با دلی وای یافتن بشو کنه که مو دلی یافته با رفته بفکرم یک بارم چه نقل کرده بودم. یک بار فیض‌آباد توی رفتم این ذوق مرا شناخته کجا دیم ذوق این می طرف ده به سر میکنیم سر میکنیم. ما تصمیم گرفتیم که هر بهار قطعی شما صحبت میکنیم در هر برای که نباشد. ما امروز اروسا میگن میگفتن یا چیره اکسپرومت. بله. یعنی که آنچه که تیوری ندیده
این بسیار خوش میگذره همین صحبتو. من کدام سوهی در شما میپره. من میخوام که قصه هایی که گفته اید در دایره دوستان جست و گریزان گاه در نشست ها از همون قصه ها مثال ها بیاریم. ای کدام قصه ها؟ مثلا قصه هموازی سگ. شخصا نورک ده نقل کردن که در نورک من رفیق دارم و پدرش بی حد آدم بزرگ داشته، ایشانی سوربونجان میگفتن و بچه‌اش هسته ایشانی اکمال، ایشانی شمسین. امی اکمال همسین فقط اینو مودم پیش همون خونه داشت. بعدم آوردم اینجا من سگ ندیدم رستگاه. بعدم سر کردم سرودا همی بفکرم که یادم گم بعدی چی بود. باز آمدن میگن سیاه همی سر کردم که ایوجا هف مایجا از دیده خوابم میرود بر سینه و بر دیده جو ایوجا هف بعد نشید قایش ثبت رفتیسته بود. ما قطعی هم سگ هموازی کردیم. تو حضره بعضی معرکه دارو میگن هم سگ ابگی بیور قطعی تویده رستگاه پاک صاحب چند بار رفتیم صاحب بود ندادن سگا. شو سگی بالایقت بود. با فکر که باید من شناختم اون وقت. چیزی که ایرا هیچ وقت فکر نمیکنی که اویو میشه و میکن اویو نمیشه. سنگلی میرزویف این رو در یگان صحبت گفته اید برسانه ها؟ نه من حضرم اینجا اولین بار است. حضرم وقتی که ذوق مرا غم داد سگ بایدم زد با ما هماوازی کرده بود. هم ممکن است ذوقم میخواست قطعی من هماوازی کند. شما نموندین شما انا بخیلی کردین. در زیر برنامه که داشتیم سال گذشته مخلصانتون نوشتند که با بازی های شوق انگیز سنگلی میرزویف مراقی زیاده دارد. یعنی گاه مراق زیاد شوق و هوس دارد. یعنی با قمار و این چیزها. شما معنی کلمه قمار رو میدونید؟ بله. چی؟ بازی؟ نفهمیدید کلمه قمار. قمار معنی از یعنی که قمار معنی که قمار یعنی که قمار باشه در همین بازی. اگر در یک مرد 40 هنر کم است. از تمام بازی ما بخبریم لیکن چخیلی که مردم تمام هستیشونه تمام وای کسالن آدم مردم قمار. ما آدمی را در یاد دارم که ای امک پسری پدرم بود. امک میرزا وای همه قمار باز بود. شب وقتی که خواب میرفت من هم خیلی خوب است سویتو را میکشیم خوبه همه چی میکنم خیلی همه سویتا گریول میکنیم در این همی تاریکی کارتا در دست هوای حساب کرده. هم کارتا را 36 کارتا را بو میکنه حساب میکنه. این ما خیلی آدمو هم دیدم. برای یک وقت گذرونی چی نوع قمار رو دوست می داشتید؟ مهره پرتایی، مهره شطرنج چی؟ قمار شما قمار بسیار این دغل است. ما یعنی که بازینگر بازی میکردیم لیکن با میگم که یک گردگر برای کمتر وقت گذرانی از تمام همین نمودهای بازی که همین برادری عزیز ما میتونیم که تمام کار قمار بازی بیم. بله همین مهره نرد مهره شطرنج رو هم میپرتوید. این هم قمار است. این حاضر ما قدش ما میتونیم یک قمار بازی کنیم. من همین طفلی خدمت میگیرم وزیر شما دا میگم که شما همین روشب بگیرین یا که پشتشه همین را ما میتونیم قدش ما اینا 500 سمی مونیم وزیر من همین طفلی ما میپرتو اگر مرحمت چند سمی 500 گفتید. خب شما کدام رویش رو میگیرید؟ ما پشتشه این هم خیلیشه میگیرم. همین خیلی. نه شما بگیرید. من شما دا پردلاگات میگیرم. منم همین خیلی. اجاره میگیرین. بله. من خیلی اجاره میگیرم. بسیار خوب. میشد میم خیلی. نه شما نه از من. دوستی. باز یک بار دیگر هوا میدیم. او نواربردارها با من کمک کنید بچه‌ها. یک بار دیگر هوا میدیم. من همین هم قمار است. یک نام قمار است. دو پرتوید. سه. 500 سم شما باید دادین. شما مرا مجبور نکردم. من شما مجبور کردم. 500 سم مرا برور به ته حضور.
خیلی من شما یکمش که بازی دا دعوت نکرده بودم بعد یک کار میره یکو قرض میکنی یکو میگیری میاری پلی مرا میتی 500 ما در پیش من چور شوید باید دودی اخی من همینم یک نمودی قیمور است اصلا کدام نوع قیمور رو من تمام بازی با خبر هستم چی؟ انا سر میشکنیم ای دوراکا چی دوراکا ترینکا هستای دیبرس بازی دیبرس هستای پوکر هستای خلوص اکای بازی این بسیار صدو نمود بازی است کدام دیگه همین ما برای خودم برای عموما برای نمید یک چیزی خودم یعنی که میدونم که این بازی انم خیلی بازی است کدامش به شما بیشتر پسند است؟ بهتر پسند بازی همین دیبرس میگن بازی دیبرس چگونه یک نوعی بازی است که این در اینجا عقل معینه سر بسیار رول کلون با کارت است آدمای جدی کلون با کارت انا در اینجا 32 تا کارت استفاده می شود همین ششون همی عموما نیستن شش اینجا شش 7 سر میشه اینجا دو تا اصلا ششو در زندگی هم در کار نیستن ششو در زندگی هم در کار نیستن شستیورکا بله یگان بار جکپوت گرفتید ما جکپوت گرفتگیم چقدر لیکن افسوس که پولم ما در وقتی که کازینو در تاجیکستان ہوئی بود بعد محکم کردن کازینو تاجیکستان بعد همین در خوجان چخیل زمین قرقیزستانه نه که در درون خوجان دیوخه منم طرف قستاقوس طرف کونیمودون رفتم سر اراده یک تا کازینو بود کازینو ای مردم قرقیز بود می‌بینی انا مرا بعد هولی خای با جایگاه میشد مرا اونجا انگلیسو بودن کار میکردن بریتانیا همونو در یک تلفن باید میدونی چقدر کنسرتو دا ژان فریسکی انسامبل یالا همین تماما آدمای با نفوذترین دعوت میکردن کنسرت دا در همون کازینو در درون ژان کازینو فریسکی از دنیا گذشت میگذشت تو خیر نه که پیش از گذشتنش همین چی اومده بود همین کازینوی که قستاقوس بود یک تا شینگرالا نامش نامی همون کازینو شینگرالا یه ایامو انگلیسی بودن مرا دعوت کردن کنسرت دعوت کردن موسیقچی وقتی رفتم $5,000 داغوری مو بود لیکن از همین دوونیم تا پول دادن و دوونیم تا دیگه ده چیز فیشکا تانگین فراتون یا بازی کنین خوی ما بازی کردیم как всегда دوونیم تایم پلی موند و دوونیم تاش بوی دادیم همونجا کشتیم اومدیم هیچی نموند یک بار جک یعنی وقتی بازی پوکر میشوند رایال فلش یکمش ما $10 موندم $1,000 گرفتید $2,500 گرفتم وقتی که $10 میمونید قفو باید که ایجاده $20 مونی پیش 10 چک میگن اونجا $10 موندی قفوش دا $20 قطعی محکم میکنی ما همین خیلی یک بار 6 7 8 9 10 همین پیکی را اومد یک با 50 بود مرا $2,500 امجا مرا دادن کازینو همه وقت میبرد کتاب هسته در مورد کازینو میشو همه ما خیلی کتاب نوشتگی که هر یک آدمی بوی میدادگی با یک فکر میره و خوب کنند که شب همیشه فقط فکر میکنه که کی سحر شب من ایو پلیوم براو من پلیو همیشه بوی دادگی ما برم دیگه وہ پگامیه بوی میتا اما از همه مبلغی زیاده که از دست داده چقدر بود انا اومدیم سری گپ ده یکمش که من هیچ وقت پلی کلون بردگی نیستم قطعی برای بازی کردن من خیلی بودم قطعی همین آدما که میرفتن من قطار هوایی میرفتم جروم بودن شد 104 جورا داشتیم من خیلی میرفتیم ما همین $200-300 قطعی بازی میکردم اگر به شرطی که ما همین $200-300 قطعی اگر $1,000 میبریدم من دیگه بازی نمیکردم عموما این کوشش میکردم که هم پلی که ما بریدم دیگه هم طرف کازینو نیا رفته اما همیده یگون چی میخریدم که همین پول گشته نروا کازینو ای فقط یک نمودی آدم میترسه پلی مایده قدی بازی میکنن پلی مایده میبرن دیگه بازی نمیکنن ای آدمایی که پلی کلون بازی میکنن او کازینو ای وایو نمیترسه وایو دا پول میتیابو بین بازی کنین وایو میدونن که ایو با پگا میبیان ولی اینو کسالن اخی اینو کسالن کسالی قیمور من کسالی قیمور
ай бисёр касалода вазмина касе ҳамин корда гирифтор боша. Ман шахсан ма این کار را هیچ وقت جدی اهمیت دادگی نیستم. همین یک که می‌خوانیم برای نمی یک پروسه یک کیفیتی خدمونیان. اگر یکون کس از شما بپرسد که بازی بکنم یا نکنم شما چی مسئولیت میگیرید؟ ما اینجا هیچ وقت میگم که تو خودت عقل داری. با ما باشه بازی نکن. با ما باشه بازی نکن. برای که وای جدی وای تمام میرم شب میرم پل ای ما یود ما میلیون کس دیدم که همین ای گوداکوشون در خونه گشنای وای پلی همون گوداکوش آورده بازی کرده که خیلی شما دیدگیم شخصیتو با نمیرسیم ما در پیش چشم من دیدگیم یعنی شخصیت من میدونیم بسیار آدمی خدا دادم برای چی بگیم شخصیت همین گونه کرده است گفتید که با شخصیت ها نمیرسیم یعنی شخصیت ها به این کار دست میزنند اگر این خیلی بگیریم کو همین 70% هم شخصیت بزرگ همش بازی میکنن اینی ما روی خدا میگم چی دروغ بگم یکی نمیگم کیه چیه اونجایی که گفتید ژان فریسکی و دیگر هنرمندان جمع شدند اونجا مثلا هادیان و پیشگام های عالم جنایت نیز جمع آمدند نبود در اونجا اگر وای بازی دارن ایجا میدونی که وای عالم جنایت ده اونجا بسیار ترگی همین ازارت می بازیگرا میرفتن از عالم جنایت کسی رو نمیدیدید اونجا من عالم جنایت من یگون کس ندیدم که رفتم اونجا برای که عالم جنایت خودش بازی نمیکنه میکرده ممکن میکنم بین خودشون ما ودا هیچی نمیگیم ما فقط میگیم که یک کار که زیان ضرر به آل بیت به فرزندت به نرسد رپرتوار شما خیلی غنی است در این گونه جایها یعنی جایهایی که بازی های شوق انگیز است مخصوص سرود ها دارید نه ما همین سرود خوندن میگیری ما همین وقتی رفتم در اونجا کازینو دا وجود دارن مردم آدمی بریدستگی تعریفت میکنه آدمی بویدودستگی تمامی حقارت در کور باشه میکنه تا کازینو یک چیز داشت که میتونی چی قدر حقارت میکنه همو بازیگر همو یکی دیلر میگن وایورا و کارت تقسیم کنورا چی حقارت که میکنی اجازت ہے همین خطا خولی میکنی ای او فقط همین که پلیترا میگیره نه تا حقارت کردیش نه که پلا دو دیستی کام دوخه ای داوره شوروی ما یو دارم آدمو الان خیلی اومدگی که فرزند شبوی دودگی زن شبوی دودگی هم خیلی ما در همین حیاتی خودم هم خیلی دیدم خیلی آدم که دختر شبوی دود کی خیلی گذشت وای مرد رفت نامش رو نگیرید و قصه نامش نمیگیرم چی طور شد کارتا بازی میکنه اونجا همین بازی میکنه بوی میته بعد میگه چی نداره چی قطعی بازی میکنی آخه همه چیزاش هم میبرن بعد میگه اینم دختر من میتم بوی دادم اگر که بوی میته دختر رو میبرن دختر میگیرن میبرن به یگان پرسیش و اجازه به یگان پرسیش به یگان چی زنش رو چی زنم خیلی شدگی گرفتن بردن زنش ما که روزی گفت دخترش دیدم دخترش بوی دادگیش گرفتن بردن زن کرده گرفتن همسری کسی زن کرده گرفت چکور میکنه نمیکنه وای مول هموش میشه بعد خیام مینده می شود که از همون سرودهای کازینویی از سرودهای کابارایی یک شما زمزمه اگه شانسون گفتنی شما بله با گیتار اینجا گیتار داریم گیتار بله ما گیتار اسپیسیال نگرفتم که فقط صحبت میکنیم که خیلی آورده باشید آوردیم بیارین ما یک سرود شانسون میخونم شما ده باز آمدان میجگان سیاه عزیزم جانی از دیده خوابم میروم بر دیده و بر سینه جا عزیزم جانی از دیده آبم میروم امشب خواب ای نازنین مستی شراب ای نازنین امشب خواب ای نازنین مستی شراب ای نازنین جگر کباب ای نازنین عزیزم جانی از دیده آبم میروم باز آمدان میجگان سیاه عزیزم جانی از دیده خوابم میروم وقتی بخواب ای نازنین خاکی درش بوسیدیم
وقتی به خواب ای نازنین خاکی درش بوسیدیم زان شرمی آن به حرمتی عزیزم جان از دیده آبم می روند باز آمدان میجگان سیاه عزیزم جان از دیده خوابم می روند. میخوام از کارهای جدی حرف بزنیم. ما امسال برای نوروز ده ما بیار سرودی تازه ایجاد کرده این خدمت پیشنهاد کردم در نوروز خوندم با یک چند سرودی انا افغانی که احمد ظهیر میخوند ما یک همین سرودو را یک طرزی نوآوری در آورده ما در سرودی احمد ظهیر در سرودی همین ظهیر اویدو خوندم میره تو را دیدم به فکرم بله جامعه دریدم گپا کوی ما از علاودین عبداللویف چی گرفتم و الهام گرفتم وای خوندم این سرودا وای خوندگی ای در یک صحنه چش در یک صحنه چش تئاترالیزم به حد خشرو خونده است همین شو یک آهنگ شیرینی فورم بعد ما در این نوآوری در آوردم بین که چند صد سال پیش خوندن اونجا فقط همین سرود یک خیل می رود مثال تو را دیدم بیامه دریدم شب گپا کوی کم و زیاد ای پریزا دست شنیدم یار بیامه درید بد نکردی یاد مرا دادی برباد مرا اندک شاد مرا تو را دیدم اوجی دیمم هم خیلی می رفت بعد ما همیجا نوآوری در آورد یعنی که یک از خودم یعنی که یک نوآوری باور دارم که جشن جنت باشد بزرگایی که این باید خوندن اونا مرا میبخشند همیشه ما یک نولا بعد همین دویم کوپلت خوندن ده یک نوآوری در آوردم یک آواز میکشم ای پریز سروی آزادی من ای پریزادی من بو ای پریزادی من شاخی شمشادی من تا تو را دیدم بعد نکردی یاد مرا دادی برباد مرا همینجا من نوآوری که من دردم شما ممکن گوش میکنی بعد گوش کردی نمیره شما حاضر حاضر با گیتار میخونیم این رو اما میگویند که زمانی آدینه هاشم زمانی بود که از این تکنولوژی و بلندگویک ها استفاده نمیکردن من خودم این دوره دایره کردم که ما به همین بلندگویک ها میرفتم مرکه میگذروندم به قد خوش میگذشت مردم گوش میکردن حاضر یک اتوبوس اپارات میره پیشکی 33 تا دینامیک ما یاد دارم دو دینامیک داشتیم همگی 15 وات داشت اینا بخیر کار الکترون بود نومی همون اپارات باور میکنی یک کشلوک مردم که یک تا میکروفون موندگی بود میکروفون هم حافظ ده هم اکاردیونش ده هم دویره ده هم سر آواز ده یک میکروفون همه همی را میگرفت خودی را یک از بو یک کلو دو میکروفونی دارن همی بروی آوازشون خیلی ماسته برمیگردیم با جشن میلادتان گذشت و با شما ماشین توفه کردند کی توفه کرد توفه در کجاست فروختید ماندید استفاده میبرید این ماشینی که ما گرفتیم یک جای ما با تمامی گروه گرفتیم این ماشینا یعنی که گروه من همین ماشینا مرا از طرفی کی توفه شد از طرفی گروهی نسیم با راهبر گروه اینو مرا همین ماشینا توفه کردن در زودروزم اما نومیروش در زودروزم بود با نامو همش خطی خودر ماشین ما را توی میبره این ماشین ما برایم که گرفتیم که بنام ما نه که با کمی گروه لیکن هیچ وقت شما را سر فرمانی آن ماشین ندیدند من حید نکردم ماشین نروندم این روندنی هم نیستم چرا؟ برای که من از شما امروز راننده ماینین شما را خونه گرفتین آوردین هم خیلی رنگ شما بورین ده آدم استادگی که همین استاد گجو بریم مرا میبرن میورن در دوری ماشین خوب میرم در دوری ماشین کینو تماشا میکنم یعنی که رانندهایی که بردنیان بسیارن همین گروه خودم ده بود چند تا هیچ وقت عشق ماشین رانی رو در دل بله نداشتم ما وقتی بود که تاریخ گواه از وقتی بود که در همین ماشینی که ما داشتم نیسان پترول
میگفتن در همین دوشنبه همگی 3-4 دونه ماشین به سولوی 94 95 96 منم سولو دا ما تمام انسامبل در اونجا بر میکردم میرفتیم و توی دور حیران بود که هیچ خیلی ماشین شما خودتون میروندید؟ نه من نمیروندم کدوم میکی همین کلیتی ماشین در نمیجا مثلا دیولدا کسول بود کدوم میکی ماشین های کدام میتونید کلیتا های کنید رفتیم تمام منم خیلی میکردم. چرا دوست نداشتید راندن ماشین رو؟ یک بار باور کنید یگون شافیور نیفتم همین پیش خونه همین شیشتم تو همین پیشی یکم سویت که دای نمیجا دا جو همین بای بود همین تو انامجا را رفتگیم همین خیلی ماشینا پارت افتم تاکسی داشتم برو رفتم کورما بود کردم همین های کردگی من همیشید دیگه های نکردم. با یگون صدمه نکردید؟ نه او شافیور ایسابی استاد میخره میپوشه بنزینش میرزه استاد اوقات میتا شافیورا بالای اوقات مزدش میتا کیرا نمیفوره قدی خیلی رفتن. در پیش میشینید یا در پشت؟ بیشتر وقت در پیش میشینم برای که پیش برای چی در پیش میشینم در پیش وای استایکو ورسو کازیریوک میگن همونجا دا ما پلانشت ما کشول میکنم بعد از تمام همین خبرهایی که دنیا داشت ما باید بخبر باشم اینترنت هم میزنم. کدوم خبرها رو پیگیری میکنید بیشتر؟ از هر چی اخیر از هر چی کم کم باید بخبر باشه آدم یعنی که اوکراین را تماشا میکنم بعضا چی گپ است؟ چی گپ است؟ حالا چی گپ است در اوکراین؟ اساس در وقت در پلانشت یا که در تلویزیون جنگ اطلاعاتی از جنگ جدی بسیار جدی تر است. اینا برای همین هم وقت گذرانی هم بعد یک گوش میکنیم که برای خودم برای شخصا برای خودم یک خلاصه میبرم. هنرمند مردمی تاجیکستان قربانی صابر در یکی از برنامه‌های ما طرفداریش را به اوکراین آشکار ابراز داشت. اگر من این سوال را به شما پیشکش کنم؟ من هم پیشکش کنم. من نه طرفدار اوکراین هستم نه طرفدار روسیه. برای چی؟ جنگ اطلاعاتی مثل یک چیز را باونه همه جنگ همه چیزو 1000 ساله ها اومدگی است. اوکراینی ها و روس ها؟ اوکراینی ها و روس ها مسکل میگفتن یک وقت اوکراین سو ای دوره که مسکلی میگفتن اینو را یعنی که این گپو زیاده ای 1000 سال است بین یادگاریشون اینو داشتن اینو یک روز نه انا نگاه کنید که وقتی که همی 2014 اینو ما شما در سوال میتونم همین 2014 شما چی عقیده دارین؟ پیرورود بود یا که انا لگیتیمنی وای بود؟ شما همین اگر بخبر میشه یا نه؟ من نه روسم نه اوکراین من یک روزنامه‌نگاری نیترالی هستم. من همچون روزنامه‌نگار پژوهش و تحقیقات و آموزشی که در این مسئله انجام دادم این است که در لوگانسک و دونیتسک همون مخالفان را خود روسیه اول ساخت مبلغ گذاری کرد آنها آواز بدر کردند پرخاش و جنگ سر شد و بعد روسیه همچون یک نجات دهنده خود را وارد میدان کرد. یعنی این داستانی هست که خیلی زیاد این داستان رو در جنگ فنلاندیا استفاده بردن در اوکراین در ابخازیا و در اون جایها نیز استفاده بردن. یک طرف میمونیم یک سوال عادی من فهمیدم شما را عقیده شما را یک سوال عادی من کی تیار کرد چی تیار کرد من کوردور نیستم ایده ما یک چیز کوردورم قانون عمومی جهان در اومدگیه که اگر اهالی از 1 میلیون آدم زیاد باشه وای حقوقی رفراندوم دارد حقوقی با کدام دولت متعلق شده ندارد نه که در اصل ایره هیچ که اجرا نمیکند کو
یک سوال مثال باز یک سوال با شما من تیار کردن چرا وقتی وقتی که چچنستان و انگوشستان خواستند که آنها از 1 میلیون زیاد بودند، یک چند میلیونند، خواستند که مستقل بشوند، روسیه اجازه نداد. برای چی شما دا گفتم که در اصل در کتاب در قانون حاضر در این همی در مو هم در عموما در تمام دنیا هست قانونی که در کانستیتوسیون اومده است، در قانونی که در کانستیتوسیون است با قانونی که روسا نیپیستن زکان میگن و خودمونده میگن که قانونی مثلا در کانستیتوسیون اومده است که مثلا تعداد اگر یک مقدار باشد آنها حق دارند که توسط رای دهی با یگان قرار بیایند، اما باز در سیاست یک رویه است سپاراتیسم، هیچ کاری را اجرا نمیکنه. میگویند که سپاراتیسم، جدایی اندازی، وقتی که یک قوم یا یک ملت میخواهد که مستقل باشد، استقلالیت را به دست بیارد، این را علاقه در علمی سیاست همچون سپاراتیسم ارزیابی میکنه. انا مثال اودی من همین قشنگ میفهمم که ارزو جان بیو یک خواهش میکنم، من از پالیتیکا دورم، از سیاست ما دورم، اینا مرحمت بخوای ما یگون لطفا نقلت میکنم. مرحمت اساس مرحمت من انا یگون چیز دیگه نقل میکنم. من همین ما آدم سیاست نیستم. برای او شما برای چی سوال دادین، ما برای چی پلانشی تماشا میکنم، برای که ما باید که برای خدمت چنین خدمت درکاری خدمت ما بدونم که دنیا در چی رفته است. ما اون بسیار وقت یک تماشا یک کس یک چیز را اختراع میکنه، اون را تماشا میکنم، بعد یک چیز را تماشا میکنم چه خیلی آدمی زود در هفته نم یک خودش توقع میره در جنگل در زمستان 40 گرادوسه خودش در علو تشکیل میکنه، خودش در پلاتکا میزنه. انا ایشون ما بسیار یعنی گردشگری و سیاحی را دوست می‌دارم. همین خیلی وقت ندارم. می‌پرم منم خیلی یک روز شما را دیدم که شما در جنگل خوبین. بله. می‌خوام منم خیلی برم جنگل میبرم آب ده. اگر خواهید میبرم شما را. پیش از بردن ما اصولوی خود میمونم که باید قطعی چی بگیریم برای برای بردن. حاضر در پیش همه بگویید این شرط ها را. خواهی میگم که تمام شرطی ما یعنی که گازک ما تیار باشه اونجا. گازک در چی داخل میشه و کپوستی کواشینی، بودرینگی بوچکا، حسیبی خشک. بله. با یگون نمودی مشروبات سبک از جمله شراب. برای که اگر شما در آدمی که قدی شما همراه رفتنی باشد شما باید تمامی اون مرده که چیزوشا حل کنید. رایدر، این رو رایدر میگویند. رایدری شما اونقدر رایدری وزمین نبوده است. وزنین هم نبوده است. ما یگون چیزی از یه طلب نمیکنم. این هم شورا میبری. بو یک اومدن دا من نمیگم یگون $1000 بکشم دا میتقی. ما وقتی خدمت رفته قدی شما جا صرف میکنم. حلوای تر میخواستید شما. خب کمبوشا میشم. موسمی توی سور شروع شد اکنون امسال. بله. بهار آمد. امسال با چی نویگری ها پیش روی مخلصان میبراید و درود میگوید؟ هنرمنده من وقتی آخر فهمیدم ما در ما همین خیلی است که شین سال میرود مردم ما یک فیل دارن که ای کس تمام پیر شیدی قدر سال حافظی کرده است. سیاوش قماشی میگن که بله ایرانی قماشی و تا که 80 ده درست تو حاضر میخوند دوستش مردم گوش میکنن. گوگوش یک بار باز کرد که روز دیدم حافظی شبو من رفتم کنسرتش. انا شما رفتین کنسرتش ده. باید که اگر وقتی که هنرمند موادی در کاری را با مخلصاش پیشکش میکنه او هیچ وقت باید پیر نشود در چشم ما. درست است. یکی در مو همین خیلی گپو هست. انسان پیر میشود، هنر پیر نمیشود. هنر پیر نمیشود. تو 93 سالگی من حافظی میکنم، من مخلصا را تو 93 سالگی را حافظی میکنم، تو 20 سال زالوگ گرفته استم برای توی. من اگر یگون نبیره داشته باشی، یگون فرزند خورد داشته باشی، من امروز من پیش پرداخت توی میکنی، بعد 15-20 سال مرا میوی ما میام توی تا میگذارونم بی یگون چیز فرمایش رو کی قبول میکند؟ پسرم قبول میکنه. حاضر وقت آخر
فرمایش‌ها دیگه ما نمیرسه. من فقط میرم توی دمی حافظی میکنم، اون منم پول نمیبینم دیگه. پول خرید جورا نیست. پول در دست کی است؟ نمیدونم دست کی ده. پسرتون میگیرد پول رو؟ پسر میگیره با مادرش میدهد. با مادرش میدهد. پدرش دنبال یگون کیسه پولی میتیان که یگون سیمچکا یگون چه او اخرام. یک لحظه تفریح باز صحبت رو ادامه میدیم. یک باید افغانی را احمد زویده تکمیل دادم و میخوندی خیلی وای. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. سو احمد زویده خیلی میخوند. من همین را گرفتم تکمیل دادم، من این را گرفتم خیلی میخوند. انا که میخونم خوشم. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. ستیری عشق تو ای دلبر، من به دل نیهان نیهان دارم. ستیری عشق تو ای دلبر، من به دل نیهان نیهان دارم. سر ختم را ندیده بهاره، من بینالم چو بلبلی زاره. من بینالم چو بلبلی زاره. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. ای پری روی تو بشنو فیغانم، گرچه پیرم با عشق جوانم. اگرچه پیرم با عشق جوانم. از دستت فیغان فیغان نالم، قلبی خود چکان چکان دارم. ستیری عشق تو ای دلبر، من به دل نیهان نیهان دارم. ستیری عشق تو ای دلبر، من به دل نیهان نیهان دارم. اینا ما کلوبی کده خوندیم. باور دارم که روی احمد زویل شد شید. اون مرا باور دارم هیچی گپای زیادی اگر زنده میشید نمیگفت. اگر ما تمام طلبات راید ریسانگلی رو اجرا کنیم، استاد رو یک روز به بیش از ظهر میبریم تا راحت کند، میریم هوای تازه نفس بکشد، بیهن. یک لحظه در احاطه دوستان من سبت باشد. دارم در گرد گلخان اوبزی که داشتم. همون سبت اگر در چی زنید نسیم دا تلگرام دا بای میبرویم ما در گرد گلخان اوبزی که داشتم. میبینیم گلخان در باز از نو ترانه های نوی شما رو ثبت میکنیم، یگون میوزیک ویدیو کلیپ میکنیم. مرحمت من تیارم. شد خداحافظی میکنیم. خیر دوستان، سلامت باشید. خوب.